مرد جوانی با دختری کوچکتر از خود ازدواج کرد. در یکی از روزها جمعی از دوستان مرد به منزل او مهمانی آمدند. مرد بر رسم ادب لاشه‌ای گوشت تهیه کرد و به همسر خود داد تا آن را برای مهمانان بپزد. همسر او گفت: من نمیدونم چطور باید این گوشت را برای این تعداد بپزم، چون در خانه پدرم یاد نگرفتم. مرد بسیار ناراحت شد و با عصبانیت همسر خود را به خانه پدرزنش برد و به پدرزن خود گفت: این دختر لیاقت همسری مرا ندارد، چون بلد نیست غذایی بپزد. کالای خودتان را پس بگیرید که به درد من نمیخورد. پدر دختر گفت: تا 2 ماه دخترم را نزد خود نگه می‌دارم و به او آشپزی یاد خواهیم داد. آن وقت می‌توانی همسرت را برگردانی. مرد قبول کرد و بعد از 2 ماه مرد بازگشت تا همسر خود را به خانه ببرد. همین که پیش پدرزنش آمد، پدرزنش گفت: قبل از اینکه دخترم را ببری اول ببین آشپزی را خوب یاد گرفته یا خیر. مرد قبول می‌کند. پدرزن مرد گوسفند زنده‌ای را آورد و به شوهر دخترش گفت: این گوسفند را سر ببر تا آشپزی دخترمان را بهت ثابت کنیم. مرد گفت: اما من که بلد نیستم گوسفند سر ببرم. پدرزنش به او گفت: بسیار خوب، پس نزد خانواده‌ات برو تا مردانگی را به تو یاد دهند. هر وقت مرد شدی بیا همسرت را ببر. یادتون باشه هیچ وقت تحت هیچ شرایطی از همسرتون عیب نگیرید و اگر خواستی عیبی از همسرت بگیری اول به خودت نگاه کن. هیچ کدوم از ماها کامل نیستیم که بخوایم عیب بگیریم.